در خدمت شما هستیم در مورد جبهه جهانی مستضعفین و اندیشه های حضرت امام خمینی در خدمتتون هستیم. توصیه میکنم حتما نسل جوان ما خصوصا برنامه رو پیگیری بکنن. شاید صحبت هایی در برنامه بشه که تا حالا نشنیدن در خصوص حضرت امام و در خصوص اندیشه های بلند حضرت امام. و فقط ببخشید قبل از اینکه شما این بحثتون رو استمرار بدید، بنده غافلگیر شدم. الان شما میگید جوونا بشینن ببینن یه حرفایی میخوایم بزنیم که تا حالا نشده. من نمیدونم شما چی میخواید بگید. حالا حواس جمع دیگه ها، چون یه سری حرفا هست که امام گفتن، یه سری عکس‌ها هست که امام داشتن که والا برای بالای 50 سالم مضره. حالا من نمیدونم ما با کجا داریم میریم آخه؟ این لاابالیگری تا کجا؟ تا کی؟ آقا جون ولش کن اصلا. ولش کن. شما مهمونا رو معرفی کن. اگر اجازه بدید من مهمانان عزیز برنامه امروز رو خدمتتون معرفی بکنم. حجت الاسلام حمیدرضا غریبرضا، مدیر مؤسسه گفتگوی دینی وحدت که در خدمتشون هستیم. سلام از خدمت شما. خیلی خوش آمدید. سلام عمو جون. سر تو کلام. سلامت بشین. و حاج آقا سید علی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه که هم سابقه تحصیلات دانشگاهی دارن در رشته‌های مهندسی و هم در حوزه، که امروز در خدمتشون هستیم و از فعالان حوزه جهان اسلام هم هستم. در حوزه داخل و در حوزه عدالت و اندیشه های حضرت امام هم مطالعات خیلی خوبی داشتن. سلام عرض می‌کنیم و خوش آمدید خدمتتون. ببین شما همه رو گفتیم، چیز ما رو نگفتیم. 6-7 سال ما مملک مقام عظما بودیم. یه سری مطالعات هم تو حوزه تعمیرات خودروهای سنگین تو گاراژ احمد سوزوکی داشتم. خیلی متشکرم. و جناب آقای حسن المرتضی از طلاب انقلابی، از شعرا و از اعضای جنبش انصارالله یمن که هم شاعر هستن هم طلبه انقلابی هستن، که از سربازان جهان اسلامی و جبهه جهانی مستضعفین امام روح الله هستن. خیلی خوش آمدید. سلام عرض کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. الچاکرتون برمون و المخلصتون بشمان. این جار و مجروره دیگه. شما عربی خودت مسلطی دیگه. ما بلد ما فقط در همین حد عربی بلد میگه. از بعد با آقای غریبرضا بعد ما کمک بکنن که ان شاء الله سوالات ازشون هم بپرسیم. اما اجازه بدید با حاج آقای موسوی صحبت بکنیم. اول اگر راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم که اصلا این جایگاه مستضعفین و جبهه جهانی مستضعفین، حالا چه در عرصه داخل چه در عرصه خارجی، در اندیشه امام چی هست؟ و این ورو تو میگی بعد میخوای یه ساعت دیگه فکر بزنی. خب من میدونم دیگه. ببین عمو جون، برای اینکه خیالت راحت کنم، از تو این اندیشه های امام شیر مرغ تا جون آدمیزاد در. حالا شما میگی جبهه جهانی مستضعفین کار نداره، ما تو اندیشه امام همینم جاساز میکنیم، میتپونیم تو اندیشه های امام. تو بگو جبهه جهانی مستنشقین، اونایی که کف دستی انسشاق میکنن. اصلا تو بگو مستنجقین، سیخ سنجاقیا، اونم من. مستعرقین، عرق خورا، اونم. مستخلصین، اختلاس چیا، جمع اراذل و اوباش، کلهم اجمعین. اندیشه امام نگو، بازار سدسمال بگو. یعنی میخوام بگم اون جایگاهی که شما گفتی مال هر کی نباشه مال امام هست. اجازه بدید بیایم حالا راجع به همین مصداق یمن. میگم فارسی رو متوجه میشن آیه فقط عربی نمیتونن، فقط فارسی نمیتونن صحبت بکنن. والا من شرمندت هم داداش که فارسی مسلط بلد نیستم دیگه. باز تو این سالیان که نونخور مقام عظما بودیم باز فارسی رو سلیس یاد میگرفتم. اما متوجه میشم چی میگی. تو بگو، من حالا عربی صحبت میکنم بیشتر تو این رابطه. جناب آقای مرتضی، خب تاثیر حرکت امام خمینی در یمن چطور بود؟ یعنی به صورت مصداقی، حالا چه در جنبش انصارالله چه در عموم مردم اونجا، نگاهشون به امام خمینی چی بود و این چه تأثیری داشتن اونجا؟ در رابطه با حرکات امام تو یمن، ببخشید باز عربی صحبت کنم. بله باشه. فی الحرکت الامام الخمینی فی اليمن الحركة الفرفرية، وفي الخصوص تأثير الحركة الإمام الخميني الحركة الفرفرية المؤثر. امام الخمینی میخواست کل المنطقه قلوم با لشست 4 و یه آبم روش، لكن في الحركة الإمام الخامنئي الحركة الزغاريت والزايع والداغون والسع. والزغاريت که من میگم فقط مال یک وعده. سوال اصلی اینه که آدم خیلی سریع و به نور دواسی بعد مطرح کنیم که آیا میشه ما مسئولینمون یا حتی مردممون به سمت اشرافیت حرکت بکنن، به سمت رفاه طلبی، خصوصا بخشی از مسئولین ما حرکت بکنن و توقع داشته باشیم که اون آرمان‌های انقلابی، اون مبارزه با ظلم در عرصه جهانی، اون انقلاب مستضعفین، جبهه جهانی مستضعفین عملی بشه؟ آیا این شدنی هست یا نه؟ آقا جون خیالت راحت کنم، آرمان‌های امام هیچ کدومشون عملی نمیشه. ما هممون عملی شدیم، آرمان‌های امام عملی نشد. یه دود این مقام عظما داد، ما تفریحی کشیدیم.
اولش هم هی به ما گفت فقط روزای تعطیل بکشیم، شانس ما یهو خوردیم به 3 ماه تعطیلی. حالا هم که کل منطقه رو هم دود گرفته. این عملی مافنگی رو شما نگاه کن، همین مافنگی رو همین افتاده رو دست ما، آویزون ما، هر جا ما میریم اینا میاد. بدبخت شد. ما 4-5 سال قبل سوریه بودیم، قبل از این بحرانی که تو سوریه اتفاق بیفته، جشن در واقع روز پیروزی انقلاب بود 22 بهمن، یه نمایشگاه فناوری‌ها بود، ما هم رفته بودیم مستندی بسازیم اونجا. روز پیروزی انقلاب یک جشن گرفته بودن، ما گفتیم خب دیگه تو انقلابی ترین کشور احتمالاً خیلی انقلابی و پیام‌های انقلاب میخواد بیاد. بعد یادمه نزدیک شاید 10-12 رقم غذا درست کرده بودن که مهمونای خارجی که میان میگن تا حالا من غذا رو اونجا ندیده بودم. واقعا همچین مراسمی که انواع غذاها اونجا بود، سلف سرویس می اومدن و بعد یه کوهی میوه از میوه‌هایی که میگم اونها رو واقعا تا حالا ندیده بودم اینقدر. و بعد برنامه همین اومدن خوردن و تموم شد. نماستم که آقا بالاخره کار فرهنگی پس چی؟ یعنی این فضاهایی که میگم در رقابت مثلا با قطر و ترکیه و اینا احتمالاً دیدن که باید یه کار اشرافی بکنن، یه کار راجع به این نکته اگه بفرمایید ممنون میشم. اونو میگی تو دمشق سر چهارراه کوکا اصلا اشرافیگری قوقا میکرد. حالا شما دمشق رو گفتی، تو لبنان، تو یمن، هر جا که دفتر مقام عظما راه میفته کوه میوه و صخره گوشت و اینا بیداد میکنه. تو همون دمشق که فرمودید، بنده خودم برای کار فرهنگی و تبلیغی رفته بودم اونجا، اما خودم یهو روی این کمرکش کوه میوه افتاده بودم. افتاده روی کمر کوه، یه دستم لنگ بوقلمون، یه دستم راسته گوسفند، اینطوری به دندون میکشیدم با دهن پرم که خب نمیشه صحبت کرد. خلاصه بیک خیال کار فرهنگی شده اونجا. ولی خب خاطره بدی از اون جلسه واقعا تو ذهنم موند. این خاطره بدم میدونی چی بود؟ که اینجا باقالی پلو با گوشت به من نرسید. خیلی خاطره بدی. آیا سلام مرتضی، برای بیان آخر اگه بفرمایید فکر می‌کنید در آینده چه اتفاقاتی بیفته در یمن؟ فی الیمن که خلاص یعنی نحن نحس برایحة الرحمن و كلنا دراز بدراز في مقابلة القبلة. لكن اعتقد اذا يمن فينيش بعدها سوريا فينيش وبعدها عراق فينيش وفي نفس الزمان آينة المقام العظمى في الاشد الفينيشات. حالا ببین من کی گفتم سلام ما رو به رزمندگان یمنی برسونید، سلام همه مردم ایران رو برسونید. من جنبندی برنامه رو عرض بکنم. از جوانای عزیزمون میخوایم که اندیشه امام رو از تصاویر در واقع ضبط شده از امام و از مکتوباتی که از امام هست دنبال بکنن. خصوصا توصیه میکنیم صحیفه نور امام رو بخونن، حداقل جلد 21 صحیفه نور رو که مربوط به سالهای پایانی حضرت امام هست حتما مرور بکنن. اگر وقت میکنن حداقل پیام قبول قطعنامه امام رو بخونن، منشور روحانیت امام رو بخونن و امام رو از منابع مکتوبی که از خودشون هست، نه از حالا بعضی خاطرات و بعضی از چیزایی که کاریکاتوری بعضی وقتا تعریف میشه دنبال بکنن. بابا تو هم خفه کردین ما رو، ولت میکنن ور 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 ور. بابا میگه خاطرات رفسنجانی رو گوش نکنید، برید خاطرات امامو بخورید، گوش کنید، هر کاری میخوام بکنید. بعد مثل این حوثیه آویزون جمهوری اسلامی باشید. جمع کن کاش کم چتونه بابا. آقا باشین بریم آقا. امشب شام مهمون احمدی مقدم یکی از مستضعفین نظامی. آقا بفرمایید یاد. اگه اهل قصه نیستی